یک جا یک قصه خوند. یک مرد بوده است، مردی دهقان زمین داشته است، بیچاره زندگیش حسابی همون زمینش بوده است. یک روز زمینش شدگار میکرد با یون و سپار، نخواست از زیر زمین یک کوزه یافت. کوزه درونش خالی بود، خود کوزه طلایی، متریالش طلایی، با جا جا سنگای قیمتبها بریلیانت قطع گلکاری شدگی یافت. گفت سبحان الله، آخه این زمینای پادشاهی هم باید من این را برام در دست پادشاه تسلیم کنم. از نظر اسلام وقتی در زمین پادشاهی چیزی را شخص پیدا کرد، میبرد میسپارش 25% قیمت همو را پادشاه میتونه برسه، 75%ش از دولت میشه، از بیت المال میشه. خست خونش اومد، سر دهنش شست، لباسای تازهش پوشید، میخواست سفر کنه. یک دخترک صالحه داشته است، یک فرزند داشته است، یک دخترک. گفت پدر در این بگه روز عزم کجا داری؟ گفت بچه‌م هم خیلی یک کوزه طلایی افتم، برم امیره در دستی پادشاه گفتم حلالش کنم امیره. این با فکرم که قیمتش بسیار وزبینه، خیلی بهای خوب داره، همون 25% بوده، خیلی انشالله زندگی با خوب میشه. میام خونه و در ایسری نو ریمان میکنم، جهازی تر تیار میکنم، شوهرت میتونم. وقتی دختر کوزه را دید گفت پدر جان، این تو میدونی این صدها هزار قیمت داره، میترسم که این پادشاه بعضی زمیندارا ظالم میشود، برای همین مال و ثروت شدت نست نابود نکنم، یا روز من بتیاکر او که ای خدا میترسی خیلوتک بفروشش 75% در راه خدا خیر کنم، 25 تاش خدمت استفاده میبرید، لیکن نبر که میترسم در یقان بلا گرفتار رو بگو بچم من تا حالی را با آبیله کفی دستی خودم تا آب خوردم، میبرم حلالش میکنم، هیچی موکی ندارم. نخواه من اورا 100,000 قیمت داشته باشه، 75,000 برام بتون جلو اولم بولی دوال میباشم. گرفت کوزه را در یک خلطه انداخت، آورد به شهر، پیش پادشاه آورد. وقتی کوزه را ماند، پادشاه زرگرا را دعوت کرد، یوویلیرا را نرخ نواش کردن، گفتن این 1000 دینار قیمت دارد، 1,000,000. پادشاه حساب کرد، گفت این 1,000,000 که باشد این پوچه کرده را مگر هم 150,000 دینار بتیم نمیشه، یک بلا کنیم این خلاص بکنم، از دستکش مفت بگیریمش. یک وزیر ظالمی بدبخت داشته است. عادتا سرورا رقمای یکم همیشه در همه عصر زمان عادی شود، اما اون کثافت وزیرا گمراه شو میکنند. اما فرعون هم ببینه وزیرش گمراهش کرد، نمرود هم اگر تاریخ هم ببینه وزیرش گمراهش کرده است. اگر وزیر صالح و ترس باشه، انشاءالله ملک و بزرگ میشه، مصلحتای خوب میده. نکرده ظالم باشه وای به حال اهل امت. این وزیری بدبخت میگه که بگوش که دسته کوزه را کجا کرده است؟ کوزه به دسته کوزه را بگیره بیاره، مایش بگویرم 150,000 میتون دستش اول بیاره. و پادشاه سخت گرفتی مرده که تو دسته ای را کجا کردی؟ میگه دستش بیار، من 150,000 دینار میتون. گفت حضرت آخی وقتی این را من پیدا کردم دسته نداشت. گفت چرا تصیار میکنی؟ کوزه به دسته نشده، آدم به دست نمیشه و کوزه به دست نمیشده، با چه خیلی را میبردونه نباشه. هر قدر بیچاره زوره و التجا کرد، این ظالم گفت قبول نکرد. گفت بخی گم شو که گفت در زندان نپرتومد. بعد این مش در سر زد، خاک در سر، کاش که گفت هم دخترک با میگرفتم، سیاه کاش که هم گفت دخترک با میگرفتم. بعد پادشاه پیشبری کرد که دخترک چی گفت؟ گفت که دخترم گفت که همه پادشاه های وقت بسیار ظالم و خونخوارن، میترسم در یگان بلا گرفتارت نکنم. دخترم گفت که همه کوزه را بر بفروش، 75% فی سبیل الله خیر کنه، 25 تا دیگه شدیه حلال میشود. گفت دختری که هم خیلی عاقله هایی. گفت بله تعلیم دیده خوندگی. پادشاه هم زنگیر بوده است، نه همین زنگیر اصلی دیوانه های
گفت دختر تا بگو که اگر دانشمند عاقله باشه بیاید نزد من، بیا همراه، نه شب بیایم و نه روز، نه سواره بیایم و نه پیاده، نه شب بیایم و نه روز، نه سواره بیایم و نه پیاده. این بیچاره دیگه مطمئن بود، من دهقانی بیچاره آمد پیش دخترش گفت بچه‌م این روم سیاه گفت که من خودم یک احمق‌ترم در بلا بگیرم. راستی چی واقعی اصلا تری فرمایشی دست اما بفهمم این شب و وقتی که شب نباشه و روز نباشه که اویا میتونه آدم یا سواره نه سواره بروم نه پیاده. دختر گفت پروا نکن. رفتیم آمدن همین عین نماز شام یک تکه داشتیم. دختر ای بالای تکه اومد شاخهای تکه را کپیدگی و پاش را گشتیسته. یعنی که کودک‌ها اسپک بازی میکنن در آمدن پیش پاشو السلام علیکم و رحمت الله. پاچو گفت تو کی؟ گفت من دختری نمی بودم، فرمانی تو را اجرا کردم، نه شب اومدم نه روز. همون فقیهات دعوت که یک تش بگه که حاضر روزای این همه سنسور کنه، دعوت که یک تش بگه که شب شده است، همون نه شب و نه روزش نمی ساعته، نه سواره نه پیاده، در بالای تکه و پای خود رو اومده است. چون بسیار زیرک، بسیار دانشمند. باز میگم که زن صالحه، زن زیرک، زن سالمه به همه لازمه. همه هر پوچوی در تاریخ گذشته است، قسم به خدا تاریخ یا ورق بگردونه زنای صالحه به هم درجه رسونده شد. همین تیمور، امیر تیمور کورگانی نیمی دنیا را گرفته بود. در زمان تیمور از تیمور پوچوی زودتر در تمام دنیا نبود. یک زن داشت با نام آیخونی، آنم آیخونی به همین درجه را رسونده. شاه جهانگیر، شاه هندوستان، یک زن داشت با نام تاج محل، آنم تاج محل به همین درجه را منزلت رسونده است. یک پادشاه به در بنی عباس بزرگترین پادشاه آل عباس حساب میکنه، هارون الرشید. هارون الرشید از زنش سیده زبیده به همین درجه و منزلت رسونده است. این پادشاه را در نکاح کرد گرفتش دختر. در شب نکاح خودش مصلحت کرد، گفت خیری من یگان کس نصیحت نمیکنی، دختری با عقل بدای فقط مصلحت مشورت با خود میکنی. اگر همی شنیدم که یک آدم بیگانه را یا مصلحت یا مشورت در حیات داده، همون ساعت جدایی بین من تو. خوب گفت قبول کردی زن. از بین چند مدت گذشت، یک زندگی بسیار شیرین، بسیار گوارا. زنی صالحه و عاقله باشه زندگی مرده که به یک گلشن مبدل میکنه. اما خدا نگه داره زن جکاک که در همین دنیا دوزخ نشان بده. زن که در کوچه ها بدخش باشد، زن نداشد که مادست باشد. زن بد در سرای مردی نکو، هم در این عالم است دوزخی. همین زن بد در خانه آدمی نه در همین دنیا دوزخ شد. زینهار از قرین بد زینهار و قنا ربنا عذاب النار. از من چند مدت میگذرد. یک روز پادشاه در قصر حکم میکرد، مردم یک قبول میکردن، هر کس عرض داد چنه گفت پادشاه مثل سلیمان علیه السلام حل میکرد. دو کس دعوا اومدن، هر دوش در سر یک کوره دعوا دارن، یک کورچه تویچه. یک تش دعوا میکنه که شاه همه کورچه از من ای. او دیگرش میگه نه از من هست. بعد این ایزنش سوال میکنه در پشتی چادر ایزنش میگه ای کدامش باشه خیلی را حل کنه. میگه فرمان ته همون تویچه را سر بتن پیش اسب کدامش گیره نبوی روخی هم تویچه پیش روشش نمیروه. اینا خوشبو تحقیق نکردن، یک مردش اسبش نرمده یا تشموده. بیچاره این دختر سوال نکرد، نبی پوچاشی سوال نکرد، نمیره تحقیق نکرد. این تویچه جوانمرگ سر میتن، این اتوبوسدار بود دست میدوه میره و پیش اسبی نر حکم میکنه پوچو که در از صاحب اسبی نر داده شود. با این بیچارش میگه الهی توبه
ما ناو دیدیم که اسپینارم میزوید است. وقتی ایگه به این زنک شنید علاقه خفیوشید است که پوچون گمشه دیگه نمیکنه برگردونده قرد نمیکنه. گفت برا که تمام حکم میاد. این دیگه رویداد گفته برماد که ظلم شید در حکم. زنی پوچو شنید حقیقتا ظلم شید. توی چه حقی مادر میشود چه در اسپینار میتیشود. یک کنیز شدر را فرستاد با چرم خود هر یک قصر پوچو چرم خود داره بود. خوب بگی بیارش آوردنش ای پشت چردر گفت که اگه کورشید ای بیمان برش بود. اگر گفت پوچو فلان موضع شکار میرود برای در بلای بیابان تو را پرت و توری وحیگیری را آمد سوالت کرد چکا میکنی بگو ماهی میگیرم. بگه جانمر تو کوری تو دیوانهی در بلای قند بیابان ماهی میگیری. بگو در ملکی که اسپینر تویچه میزویه هیچ جای تعجب نیست که همه خمون خطاش هم میفهمه انشالله حق داره. این مرده که ما میکوره کرد پوچو را بچه پوچوی زیرک بیونه مرد روح بیو اینا پولی اسب اینا یا اسب میتوند میتون توی چندی فقط بگو که این مصلحت که دو اگر نگفتی قسم با خودم بکشه جان شرین این ایزمه نشیشت خدا جان شواز کنم گفتنی تو مصلحت هم یا دیماغش سخت شرط کردم داخل آمد نزدی زنش گفت زنک ما خطی تامی خیلی شرط قید داشتیم. گفت بله. گفتم که غیر من اگر کسی را مصلحت و مشورت بتید بین من و تو دیگه فراق می افته. گفت بله. گفت در این صورت را جواب برا تو خدمت کردی از بس که تو روشنایی قصر من بدی آبادی قصر بدی در همین قصر هر چیزی که دلت میکشه هر چیزی که دوست میداری ای خدا ای همین شیر مادر ده حلالتر بگی برا نگه برا خدا جواب. این زنک رو بسیار خوب زنک به عقل میگن پود کسرت سموشا через желудок دیگه پشنیدگی رو همین زنک به عقل طعام خوب میپسند و طعام خوب همیشه شوهر طرف خیلی جلب میکنه. این زنک همونش پوچو را خودش طعامشم مهیا میکنه است. اون بیا همین آخران بار اوشین میکنیم و توکل ترم با خدا منم لینا طعام آور در نزدش ماند در درون طعام داروی مدهوش کننده میدوزه زن پادشاه میخره خوش میبره بیچاره بس گرفته قالینه روی هم ماند در همون قالینه پادشاه را پیچاند کلولش کرد و بست بریشد که از بینه میشه واقعی دو غلام فیراد کرد گفت شما شنیده که پادشاه گفت همین قصر چیزی را که همین دوست بداری بعد گفت بله گفت همین چیزی دوست داشته من همین قالینه هست پشت خونه پلای من سری حرکه کردم پادشاه را آوردم نیم میشه بشی پادشاه با سرش میزنه چشماش آور میکنه در یک کلبه ویرانه میپرسم من کجا دارم زنش میگه در خونه با در خونه پدر میگه ای جوانه من تو را که گفت ما را ایجاب بیاد شاه هم گفتی که هر چیزی دوستدار تبا آخی در او قصر گفت دوستداری من تی عزیزتری چیزی من تی بیت من او قصرش کنم مالی او قصرش کنم پاچون گریان شد آبی دیدش جاری شد گفت لعنت بر کسی که به قدر زن صالحه نمیرسه باز از من نکاحش کرده گریت خانش بود این زن صالحه اینه خیلی نعمت هست بینه کرا خانه آباد هم خانه دوست خدا را به رحمت نظر سوی اوست. امروز زاکر جان ما زن گرفته است زنی صالحه زنی مستوره زنی که سطر میپوشه قرآن میخونه اهل نماز است. انشالله از خدا امید داریم که پروردگار این زندگی شما بسیار زندگی شیرین و براحت و رفاه میگرداند که یک حیات بسیار آسایشته و خوبه با ایشون میگذرد
آنچنانه که بی خدیجه مادرمان همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم به حیات بودند، آنچنانه که بی ساره مادرمان همراه ابراهیم علیه السلام حیات به سر بردند. خداوند براش چنین یک حیات شیرین و گوارایی را نصیب و روزی می‌گرداند.